دارایی. از در که وارد می شود، نگاه نافذ و سلام گیرایش از جا بلندم می کند. عرق روی پیشانیش نشسته است. عصا را زیر بغلش جا به جا می کند و بر می گردد و در را می بندد. چنان با صلابت این کار را می کند که توان هر نوع حرکتی را از من سلب می کند. می خواستم جلو بروم و به احترام و کمک در را ببندم، ولی انگار او در ذهن مرا بست. فهمیدم با اینکه یک پا ندارد و با اینکه خانم میان سال است، ولی اصلاً به نظر نمی رسد که معلول یا ناتوان باشد. شروع می کند. از پله ها بالا آمده است و به این دلیل عرق کرده. در این سرمایه وسط دیماه معلوم می شود که باید انرژی زیادی به کار برده باشد که عرق کرده است. جعبه دستمال کاغذی را روی میز جابجا می کنم تا تعارفی باشد برای برداشتن و او می فهمد و با تشکر دستمالی بر می دارد و پیشانیش را پاک می کند. معلم بازنشستی کودکان استثنایی است. سال 86 بازنشسته شده، ولی در این 7-8 سال هم بیکار نبوده و در کارهای تحقیقی پدرش که ادیب بزرگواری است وظیفه‌ای ظریف را به عهده گرفته و ابیات شاهنامه را روخوانی می کند و نوشته‌های پدر را با متن تطبیق می دهد. حالا سرطان سینه گرفته. آنقدر ساده حرف میزند که حس میکنم بیماری از او میترسد. با خنده میگوید که در 19 سالگی یک غده روی زانویش بوده و برای درمان در ایران و انگلیس پیگیر شده و بالاخره پایش را قطع کردند و یک پایش مصنوعی است. سال 1357 در آموزش و پرورش استخدام شده. مادرش 3 بار ازدواج داشته و او فرزند ازدواج دوم مادرش است. چند خواهر و برادر از مادرش دارد و چندین خواهر و برادر هم از پدرش و همه خواهر و برادرهای پدریش تحصیل کرده هستند. حالا داراییام براتون بگم. مشکل پام که معلومه. مشکل لوزم دارم. سرطان سینم گرفتم که عمل کردم. مشکل تیرویدم دارم. البته 2 بار سرطان سینه گرفتم. خلاصه همه این چیزا رو دارم. آقای دکتر، شعارم اینه: سالمم، عاشقم، پولدارم، ثروتمندم و میتونم هر کاری رو انجام بدم. همیشه هم دعا میکنم که خدایا کمکم کن به کسی محتاج نباشم، روی پای خودم بایستم. درسته 1 پا دارم، ولی روی همون 1 پا هم بتونم بمونم و زندگی مستقل داشته باشم. فرضیه های روانشناختی در ذهنم می آید. فروید ظاهر می شود و روانپویاییش و مکانیسم های دفاعی. آیا زن انکار می کند؟ آیا فرافکنی می کند که می گوید مردم خیلی مشکل دارن و من مشکل ندارم؟ آیا والایش دارد که می گوید کار هنری و تحقیقی می کنم و هر روز هم نیم ساعت ورزش می کنم؟ آقای دکتر، 1 کمی فراموشی گرفتم. 1 کمی هم بی‌حوصله شدم. گاهی حوصله هیچ کاری رو ندارم. کارهای شخصی رو انجام میدم، ولی دلم آروم نیست. البته بابام سرطان گرفته و مشغول شیمی درمانیه و من نگرانشم. ما روزا چند ساعت روی کتاب با هم کار میکنیم. خواهرام از کلفت و گنده گفتن پدرم ناراحت میشن، ولی من تحمل میکنم. بابام یکم سختگیره. زندگی زن برایم جالب می شود. کنجکاوی شخصیم وسوسه‌ام می کند که سوالهای تخصصیم را دقیق تر بپرسم. یه روزتون رو از صبح تا شب تعریف کنید که چه کارایی می کنید. ساعت 7:30 بیدار میشم. قرص تیرویدم رو میخورم. یه 10 دقیقه نرمش میکنم. بعد با پدر و مادر و خواهرام صبحونه میخوریم. بعد اخبار گوش میدم. بعد توی آشپزخونه با مادرم کمک میکنم. بعدم میرم سراغ کارهای بابام و بیتای شاهنامه رو میخونم و تطبیق میدم. عصرا 1 ساعتی پای ماهوارم. بعدم باز کارهای خونه و بعدم 1 ساعت جدول حل میکنم که آلزایمر نگیرم. پس جای بی‌حوصلگی کجاست؟
شاید انتظارم از خودم زیاد باشه. البته خواهرام میگن گاهی بهت زده میشی. خودم هم حس میکنم گاهی شماره تلفن خودم هم یادم میره. همونطور که خودتون گفتید خانم ثروتمندی هستید. این همه دارایی دارید و الحمدلله خوب زندگی کردید. بهتون تبریک میگم که اینقدر خوب تونستید از پس مشکلاتتون بر بیایید. توی مدرسه با بچه‌ها چطور بودید؟ خوب و عالی. بچه هم خیلی دوستم داشتن. منم اونا رو خیلی دوست داشتم. چون ازدواج نکردم خیلی راحت با خانواده بچه هم رابطه داشتم. توی شهر کوچیکی بودیم که گاهی عصرها هم ممکن بود که یه وقت برم خونه یکی از اونا. در ذهنم مقایسه ها شروع می شود. بعضی ها با تن سالم و فکر بیمار چگونه زندگی را به کام خود تلخ می کنند و بعضی با تنی رنجور چگونه شادمانه و امیدوار به دیگران هم نوید زندگی می دهند. باز هم می آید. کتاب خوشبختی را می خواند. سیدی تنارامی را گوش داده و لذت برده است. حالا امروز دوباره آمده و خبر از چاپ شدن کار بزرگ پدر بزرگوارش می دهد. کتابشان در 2 جلد چاپ شده است. به او تبریک می گویم. خستگیش طبیعی است. به جز القای امید که به نظرم 2 سویه است، کاری نمی توانم بکنم. او با سبک زندگیش به من درس می دهد و امروز من فقط از او می خواهم که انتظاراتش از خود را بازبینی کند. منطقی هم آقای دکتر. از خودم توقع زیادی ندارم. آرزوم چاپ شدن کتاب بابام بود که 77 سالشه. نگران سلامتیش بودم که نتونه کارو تموم کنه. 14 سال روی این کتاب کار کرده. با خودم درگیرم. چقدر هدفمندی و داشتن معنا در زندگی موضوع جدی و ارزشمندی است. این زن حدود 52 ساله چه می کند؟ چه کرده است؟ چقدر با مشکلات چالش داشته؟ چقدر مهربانی کرده است؟ چقدر با مرگ بازی کرده و مرگ او را به بازی گرفته است؟ چقدر اندوه مهمان خانه او بوده؟ مشکلاتش که نه، به قول خودش دارایی‌هایش جلوی چشمم می آید. مشکل تیروئید، لوزه، سینه، پا، طلاق مادر، ازدواج پدر، فراموشی‌های کم و بیش که مثل بهت زدگی می آید. به راستی، به قول شجریان، میهمانی در خانه دارد که در حال گفت و شنود با اوست. او شادمان است که کاری را با پدر تمام کرده، همان گونه که شادمان از اینکه بعضی از دانش آموزان استثنایی او بعد از دبستان در کارهای ساده‌ای مشغول شدند. زنده بودن، چگونه زیستن و معنا جستن برای زندگی و از حرکت باز نماندن در ذهنم میچرخد. این زن هر شب یک جدول حل می کند و من فقط در ذهنم میتابد که واقعا زندگی چیست و برای هر کسی چه معنایی دارد. آیا این معنا را باید بجوییم، بیاموزیم، بیابیم یا کسی میتواند آن را به ما هدیه کند؟